من شنیدم که آقای ایلان ماسک توی یک آپارتمان 75 متری زندگی میکنه و واقعا جا خوردم. ببینید این آدم همه چیز رو به دست آورده ولی الان تو 75 متر خوشحاله. خیلی حرفا. ولی این حرفی که تو داریم ایلان ماسک دیگه جزو خفن ترین آدماست دیگه. یعنی هر آنچه بخواد و میتونه در کسری از ثانیه به دست بیاره. اونم متوجه این هست که خوشبختی واقعا در کاخ داشتن نیست. با هر آنچه که همین اطرافمون اگه حالمون رو خوب کنیم خوشبخت ترین آدم روی زمین. ما هی میگیم که آقا اینم به دست بیارم، اینم به دست بیارم، اینم به دست بیارم، بعد این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم. بعد تو این فاصله داریم از دست میدیم خیلی چیزها رو. فرزند داریم از دست میدیم، خانواده رو داریم از دست میدیم، دوستان رو داریم از دست میدیم، زندگی رو داریم از دست میدیم. اونا رو به دست میاریم. بعد که اونا رو به دست میاریم مریض میشیم، بی خانواده شدیم، فرزند نداریم، دوست نداریم، هیچ کس نداریم. در مسیر باید حال کرد با همون سختی ها.